حالا من نمیگم چه اتفاقی، چون یه حرکت کمونیستی بود یه چه اتفاقی میفته، ولی انقلاب مردمیه، ایدئولوژی پشتش نیست. ایدئولوژیش اون چیزی که جهانیان پذیرفتن، حقوق بشر. ایدئولوژی این انقلاب آزادی، دموکراسیه. اون کشت و کشتار زمان مائو یا نمیدونم انقلاب روسیه تزاری نخواهد بود. انقلاب ویتنام، انقلاب کره نخواهد بود، انقلاب کامبوج نخواهد بود. مردمی هست، کشت و کشتارش مثل اونا نخواهد بود، یعنی انتقام جویی در کار نخواهد بود، ولی که مردم محوتون میکنن. من اینو دارم میگم، میگم کشت و کشتار مثل اون موقع نخواهد بود، چون فکر نکنم ما مردم ایران آدمای انتقامجو و آدمایی باشیم بخواد بعد از پیروزی آدم بکشی، و انقلاب خونین خواهد بود، چون اون ور میکشه و این ور تلافی میکنه. سلام از کردم قربان. جناب آقای دلدار سلام از کردم. خواهش میکنم بنده سلام عرض کردم. خواهش. درود به شرفتون. من یکی از یعنی پرپا قرص در بیننده شما هستم. درباره خانم گوگوش میخواستم بگم که این خانم اولا نباید بهشون لقب داده بشه. این گوگوش همون کسی بود که قبلا بیننده قبلی هم گفتن، این خانم این گوگوش کسی بود که وقتی شاه رفت ایشون قبل از اینکه اون ملا بیاد پایین این ترانه آقای خوبم، آقا قربونت برم، این حرفا رو خوند و با باد آقا حرکت کردن ایشون و الان با همون باد تشریف آوردن اینجا و متاسفانه گروه مردم ما میرن و دنبال این گوگوش میفتن، پولای کلون میدن که من حتی حاضر نیستم قیافه‌شون رو ببینم و به این خائن پول میدن. اینم میلیاردر شده نشسته، حالا معلوم نیست بره دنبال کسی نمیزنه این وسط. نمیدونم چرا باید مردم اینقدر، من نمیدونم اصلا خجالت آوره، ننگ آوره دنبال این زن دویدن. نه حالا دنبال، حالا بهتون میگم. بله خیلی ممنون به هر حال، قربونتون برم. من خواهش میکنم. متشکرم. قربون شما برم. برنامه‌تون مخلص شما. قربونتون برم. کسی دنبال کسی خانم به نظر من، حالا اگه اونا که کنسرت ها میرن که هیچ اون مسئله یه، کسی دنبال گوگوش نفرستاده. ببینید ما گفتم ما باید از همه ظرفیتامون استفاده کنیم. بودن اینا مؤثره، نبودنشون باعث اتفاقی نخواهد افتاد. فقط زمان ممکنه یه ذره باشن تعجیل بده، تشویق بیشتری بشه، روحیه بیشتری بده. مثلا در عرض کردم ما الان در مرحله برزخ اعتراض هستیم. ما عرض کردم خدمتون رفسنجانی امروز که بحرانه تو نماز جمعه، من گفتم چیه؟ گفتم مرحله اعتراضه. انقلاب رو من به چهار کاتگوری تقسیمش که به 4 فصل بهش دادم که فصل اولش اعتراضه، میاد به جنبش میرسه. بین اعتراض تا جنبش یه برزخی وجود داره. هر روز قرار است ایران خبری بشه. برزخ یعنی حالت بلا تکلیفیه. دوزخ و برزخ. ما یه دوزخی داریم، برای رسیدن بهش فاصله دوزخ تا بهش برزخه. من این فاصله برزخ رو گوگوش و گوگوشا میتونم پر کنن. اینها هستن که باید بیان در روزهایی که ما در مرحله برزخ هستیم، یعنی سکوت هست، بیان یه حرکتی رو شروع کنن. حالا یه حضور تکیشون هست، مثلا خود خانم گوگوش و آقای داریوش و اینا بیان، مثلا تا الان بغل هم هستن با بیان آقا اینا پلن کردن برای پولای بزرگ که مثلا این سه تا بیان $1,000,000 بگیرن، مثلا 40,000 نفر بیاد کنسرتشون ببینه، در حالی که اگر اینا نیان توی حرکت‌های مردمی اینو به خواب ببینن. به نظر من اولین کسی که جلوشون وامیسه منم که روزگار این سه تا بغل هم واسه مثلا کنسرت بزنن، فکر کنم مثلا 100,000 نفر آدم میاد. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد اگر اینا امروز نباشن تو صحنه. چون الان من دارم افشاگری میکنم خدمتتون قبل از که اتفاق بیفته و بهتون هشدار میدم. من نمیخواستم تا این حد برم جلو، چون من کسی رو نمیخوام خراب بکنم، نمیخوام بیزینس کسی رو خراب بکنم، چون منافعی ندارم که بیزینسشون خراب بشه. چه منافعی داره؟ مثلا آگهی نمیخوام،
که اینا به من بدن. که دیگه چه منافعی من میتونم داشته؟ منافعی من ندارم. بنابراین نمیخوام اینا خراب بشن. اینا میخوام با مردم باشن، تمیز، قشنگ با مردم باشن. متاسفانه دو تا از این ستایی که شما میبینید اصلا اون چیزی که نشون میدن نیستن. رفیقای منند. حالا فقط غیر از خانم گوگوش که آشنایی باشون ندارم. اینا اونی که نشون میدن نیستن. مردمی مطلقا نیستن اینا. حالا توی حرکت گیر افتادن. حالا باز همه بفهمن که واقعا اینا مردمی نیستن. بدونی که من اسمشونو بیارم. حالا یواش یواش خودتون متوجه میشین که مردمیشون کدومن. شاید هستی شدن. ولی دو تا از اینا ضد مردمن. نشون میدن مردمی اندا. خیلی هم نشون میدن مردم. ولی ضد مردمن. اصلا از آدما متنفرن. اینی که اینا باز این خلق و خو رو عوض کنن. خوشبختانه 3 تا هستن. من میگم 2 تا هست، شما نمیدونید کدومن. اینا باز این خلق و خو رو عوض کنن و بیان تو مردم و اینکه فکر کنن اینا 3 تا میمونن، هیچ ظاهر نمیشن. بعد یه کنسرت 3 تایی میدن، مثلا 50,000 نفر میان، اینو کور خوندن. و ملت پایین واسدن. اینا باید بیان مجانا در تظاهرات سیاسی، هنری مردم مملکت ما کنار مردم، پشت مردم ما رو خالی نکنن. ما دیشب آقای اومده بود میگفتش آقا تو این حرف زدی من لرزیدم پشت تلفن، ناراحتم. آدم مسن گفت من دوست تو هم خیلی هم دوست دارم، ولی از این امشب به بعد تو هم تلویزیون مثل بقیه شده. گفتم چرا؟ گفت چرا به اینا حمله میگفتم گفت چه اینا اصلی دارن بیان اونجا بخونن میگن آقا ایران نشون میدن آقا اینا کنسرت گذاشتن، اینا تظاهرات نکردن. میگم نه، بزرگترین انقلابات دنیا رو همین خواننده‌ها داش سهیم بودن. بابا اصلا مسئله پان عربیسم، مسئله ناسیونالیسم عرب رو ام کلثوم جاش انداخت. ملیلا مرکوری بیاز این سرهنگای یونان کشید، سرنگون کرد این حکومت رو، حکومت دیکتاتوری سرهنگا رو در یونان. ماریا کالاس اپرایی ساخت اصلا ماندنی علیه سرهنگای یونان. تو مملکت مذهبی ما 130 سال پیش، 140 سال پیش، 120 سال پیش عارف قزوینی وجود داشته که موسیقی انقلاب کرده. محمد علی شاه تاجش ورداش دوید از این مملکت فرار کرد رفت. از خون جوانان وطن لاله دمیده، انقلاب کرد. حالا ما از 2 تا آدمی که 3 تا آدمی که حالا قربونشون برم، حالا زبونم هم لال، یه زمان نام نداشتن راه برن، حالا الحمدلله بس که نام دارن، ترک کردن، نمیدونم چیکار کردن. حالا از اینا بخوایم آقا حالا اگه نایی پیدا کردی بیا این نایه رو وسط واسه یه دادی بزن، یه فریادی بزن. و الا ما آدم خواننده‌های بزرگی تو دنیا داشتیم که اینا انقلاب ساز بودن، سرنوشت در انقلابات حضور داشتن. من اینو میخوام و من میدونم که این پتانسیل اینا دارن. حالا داریوش ابی رو خیلی راست دارم بهتون میگم، شاید نه به اون صورت، ولی که این خانمه داره و اینجوری بمونه اینم نخواهد داشت. این اگه مثلا یه ما دیگه نیاد خودشو بیرون نشون بده دیگه نخواهد داشت. اگه نه چی رو به شما بگم، مادانا هم بیاد بغلش بخونه دیگه مردم نمیان. این باز همین الان بیاد تکلیفش روشن کنه و ما احتیاج داریم. بیرو درواس میگم، من دشمنش که نیستم، میگم ارزش داره. نکنه آدم بی ارزشیه دیگه، اون موقع ارزش نداره. اگه ارزشی بیفته دیگه نداره. اینی که باز به خودش بیاد، به اضافه اون 2 تا آدم. حالا اون یکی ابیه اومده و ابی رو من ازش انتظار ندارم چون نمیدونی چی کار میکنه. مردم تو زندانن، مردم گلوب میزننش، میاد خلیج فارس برای من میخونه. خلیج فارس چه اتفاقی افتاده براش؟ چی شده الان؟ خلیج فارس چیه؟ انحرافی برای من میخونی؟ خودم پخشش میکنم. تو اصلا منحرف داری میکنی مسئله رو. اونجا مردم زدن زندانیای سیاسی آزاد کردن، رژیم دیکتاتوری سرنگون کردن، تو بخونی خلیج فارس. خلیج همیشه فارس ما به شرط میخوره. هر چیزی جایی داره دیگه. اینه که این مسئله رو ما باید پیگیری کنیم و میکنیم. اگر میخوان آدمای بزرگی باشن، ارزش برای ما داشته باشن، واسه بیان واسه، نه اینکه آدمای بی ارزش